بسم الله الرحمن الرحیم. میخوام به شما راجع به فضائل رمضان و بعضی پهلوهای درسی که ماه مبارک رمضان و بنده های مؤمن میدهد به شما عزیزان صحبت نمایم. رسول اکرم در حدیثی گفتند خاک به دهان اون انسانی که این ماه مبارک با این همه فیض و برکاتش با رحمت و مغفرتش داخل می شود و می برد، ولی او شستشو نمی شود، از گناه ها پاک نمی گردد. عزیزا در بیان فضائل ماه مبارک رمضان میکنند، میگن رمضان مانند یک مدرسه موسمی بود که طول یک ماه خداوند این مدرسه را راه اندازی کرد. برای چی؟ برای که بنده های خدا درس های متنوع و گوناگون از این مدرسه رمضان بگیرند. الصلاة والسلام عليك عليك يا عليك يا بسم الله الرحمن الرحیم. به نام جهاندار جان آفرین، حکیمی سخن در زبان آفرین. سپاس و حمد بی پایان خدا را که صنعش در وجود آورد ما را. هر دم از ما صد درود و صد سلام بر رسول و آل و اصحابش تمام. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. همدیاران عزیز، برادران و خواهران اسلامی، قبل از شروع نمودن در صحبت همه شما را با فرارسی عید مبارک ماه رمضان که این شب و روز ما در آستانه آن قرار داریم از عمق جان و صمیم قلب تبریک و تهنیت عرض میکنم و از خداوند مسئلت دارم که پروردگار این روز سعید را برای شما واقعا روز عید و جشن شادی و خرسندی بگرداند و جمله طاعات و عبادات شما را به ویژه نماز و روزه های ماه مبارک رمضان را خداوند به وجه احسن از شما قبول فرموده باشد و امیدوار هستم که خداوند باز اون توفیقی را که در طول این یک ماه شامل حال شما گردانده بود در تمام سال با شما همراه و همدم بگرداند. و البته میدانیم که رمضان هر سال می آید، ولی کی میداند که در رمضان آینده کدام از ما و شما در صف رمضانی ها هستیم، روز گیرنده ها هستیم و یا در عالم آخرت. سعدی در کلیاتش نظمی دارد که یک تمثیل است. بلبل زار زار می نالید بر فراق بهار وقتی خزان. این یک بلبل را دیدم که در فصل خزان، در فصل تیر ماه برای فراق و جدایی از موسم بهار، موسم گل و ریحان گریه میکرد، گریه های زار، ناله های زار داشت. بلبل زار زار می نالید بر فراق بهار وقتی خزان. گفتم اندوه مبر که باز آید
روزی نوروز و لاله و ریحان. گفتم ای بلبل چرا اینقدر فغان و ناله میکنی که بهار که تکرار شده نیست، با سال دیگر با بهار است و با روز نوروز است و با گلستان و بستان و لاله و ریحان. گفت ترسم بقا وفا نکند، ورنه هر سال گل دمد بستان. گفت میدانم سال آینده بهار است، ولی میترسم که زندگی برای من وفا نمی کند، و الا هر سال روز نوروز است و بهار نازنین است و گل و ریحان است. گفت ترسم بقا وفا نکند، ورنه هر سال گل دمد بستان. روز بسیار و عید خواهد بود، تیر ماه و بهار و تابستان. تا کی داند تا کی در منزلی حیات بود، سال دیگر کی در غریبستان. البته میگه روزهای بسیاری در پیش است، عیدها هست، در فصلهای بهار و تیر ماه و تابستان است، اما معلوم نیست که سال دیگر، رمضان دیگر یا بهار دیگر، که رمضان هم برای مؤمنها فصل بهار است، مثل بهار قرآن است. کی میداند که سال دیگر ما در منزل حیات هستیم، در خانه حیات هستیم و یا در غریبستان، در قبرستان. روز بسیار و عید خواهد بود، تیر ماه و بهار و تابستان. تا کی در منزلی حیات بود، سال دیگر کی در غریبستان. از این خاطر از خداوند برای همه شما دعا میکنم که پروردگار این رمضان را نکند که برای ما و شما آخرین رمضان عمرمان کرده باشد، بلکه از پروردگار امیدوار هستیم که رمضان‌های دیگری برای ما نصیب روزی بگرداند، تا از هر رمضان ما بهره توشه ثروت بیشتر برای آخرت خود حاصل نماییم. زیرا یک سال اگر با طاعت خدا، با عبادت خدا بیشتر گذرد، برای بنده مومن خیر است. روایت امام احمد در مسندشان است از حضرت طلحه ابن عبیدالله رضی الله عنه. حضرت طلحه میگویند دو مرد خدمت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم آمدند، اسلام را پذیرفتند. بعد از اسلام در مدینه مقیم و مجاور شدند. یکی میگه در طاعت، در عبادت بیشتر از دیگری سعی داشت، تلاش داشت و بالاخره در یکی از غزوه ها هم به مقام شهادت نائل گشت، جام شهادت نوشید. و رفیق دومی پس از به شهادت رسیدن رفیق اول یک سال بعد میگه او هم از این دنیا رحلت کرد، به عالم آخرت سفر کرد. شب در خواب هر دو را با خود در نزد دروازه بهشت دیدم. حضرت طلحه روایت دارن، حکایت میکنن. خواب دیدم من با این دو بنده خدا در نزد دروازه بهشت انتظار باز شدن در بهشت هستیم. یه وقتی میگه در بهشت باز شد و اون نفری که یک سال بعد از اولی قضا کرده بود صدا کردن، اسم ایشان گرفتن، دعوت کردن برای داخل شدن به بهشت و ایشان وارد بهشت شد. بعد از او چند لحظه پس اسم اون نفری که یک سال قبل با جام شهادت برسیدن به مقام شهادت از دنیا رحلت کرده بودن صدا کردن و او هم داخل بهشت شد. من در انتظار در آمدن بهشت استادم. یه وقتی بود که هر دو میگد در بهشت باز کردن و به من گفتن که طلحه هنوز وقتی
ورود تو به بهشت فرا نرسیده است، بنابراین شما بازگردید. همین بود که من از خواب بیدار شدم و این خواب به اصحاب و به رسول اکرم بیان کردم. پیغمبر خدا بسیار از خوابها خوشش می آمد، حتی در روایت های صحیح از صحابه ها رو می گفت که این شب که چی خواب دیده است به ما بگویید. وقتی این خواب من نقل کردم، اصحاب خیلی در تعجب شدن، در شگفت شدن، گفتن سبحان الله، چرا اون نفری که در طاعت خدا، در عبادت خدا سعی بیشتر داشت، ولی در درآمدن بهشت از اون نفر دوم که حتی به مقام شهادت هم نائل نگشته بود انا بعدتر وارد شد. گمان ما این بود که اون نفری که در طاعت خدا سعی و تلاش بیشتر داشت و باز در راه خدا جام شهادت نوشید و مقام شهادت برسید، باید اولی داخل بهشت میشد، بعدا این نفر دوم. رسول اکرم به اصحاب گفتن شما تعجب نکنید. گفتن این جای تعجبش نیست. الیس قد مکث هذا بعده سنة. گفتن آیا چنین نیست این نفر دومی بعد از اون برادرش 1 سال بیشتر زندگی کرد؟ گفتن آره یا رسول الله. و ادرک رمضان و صومه. این در فاصله 1 سالی که عمر زیادتی دید، ماه رمضان دریافت، 1 رمضان از اون رفیقش بیشتر این کس دریافت و اون ماه به پاکی روزه داشت و شبهاش قیام لیل کرد و طاعت و عبادت کرد. آیا چنین نشده است؟ گفتن آره یا رسول الله. و صلی کذا و کذا سجدة فی السنه. آره در طول این 1 سالی که عمر زیادتی دید، در این فاصله 1 سال این فلان مقدار نماز بیشتر و زیادتی نخوان؟ گفتن آره یا رسول الله. حضرت گفت که بنابر خاطر همین فاصله بین این 2 نفر گفتن ابعد ما بین السماء والارض، بعیدتر و دورتر از فاصله بین آسمان و زمین است. بنابراین این جای تعجب نیست. از این خاطر هر قدر خداوند برای بنده مؤمنی که صالح است و عابد است، اهل طاعت و عبادت است، هر قدر عمر بیشتر با طاعت و عبادت ببیند و هر قدر رمضانهای بیشتر را استقبال نماید، انشاءالله براش درجات است، براش انشاءالله فیض و برکات است. خب خلاصه کلام، ماه مبارک رمضان با همه بزرگی ها و خیرات و برکاتی که دارد، اینک اکنون از بین ما میخواهد رحلت بکند، پایان مییابد. فقط میخواهم به شما راجع به فضائل رمضان و بعضی پهلوهای درسی که ماه مبارک رمضان به بنده های مؤمن میدهد به شما عزیزان صحبت نمایم. بزرگان در توصیف و تشبیه رمضان گفتنی ها دارند، گفتارها دارند. بعضی از عزیزان رمضان رو تشبیه میکنن به حمام سالانه. میگن رمضان حمامی است که در 1 سال با او بنده های مومن روح و جان خود از آلودگی های معصیت و گناه شستشو میکنن. البته این سخن ایشان از همون حدیث صحیحی که امام مسلم روایت میکند از پیغمبر خدا گرفتند. حضرت در حدیث میفرمایند الصلوات الخمس و الجمعه الى الجمعه و رمضان الى رمضان مکفرات لما بینهن اذا اجتنبت الکبائر. نمازهای 5 وقته، جمعه تا جمعه و رمضان تا رمضان دیگر، هر کدام اینها سوزاننده و پاک کننده و محو کننده گناهان بنده مومن است، به شرطی که بنده در این میان از گناههای کبیره اجتناب ورزد. خوب از این حدیث
3 نوع حمام. یکی حمامی هر روزه که 5 وقت نماز است. گویا ما هر روز 5 بار با این 5 وقت نماز روح و جان خود شستشو میکنیم، پاک سازی میکنیم. بنابراین رسول اکرم در حدیث دیگری که اینم حدیث صحیح است، حدیث بخاری و مسلم است، نمازهای 5 وقته را تشبیه میکند و یک جویی که خانه هر یکی شما در خانه در منزل هر یکی شما جاری است و شما هر روز در اون جوی گفتن 5 دفعه شستشو میکنید. آیا کسی که هر روز 5 دفعه با آب جسم و تن خود شستشو کند، آیا چرک آلودگی افلاسی در بدنش باقی میموند؟ اصحاب گفتن نه یا رسول الله. همچنین گفتن کذالک الصلوات الخمس، نمازهای 5 وقته هم چنین است، مانند جوی روان و مصفای است در خاندان هر یکی شما، در زندگی هر یکی شما، که هر روز شما با این 5 نماز روح و جان خود شستشو و پاکسازی میکنید. و باز داریم حمامی هر هفته اینه که این نماز جمعه است. اون گناه هایی که با نمازهای 5 وقته اگر از نامه اعمال ما محو نشدن، انشاءالله با گزاریدن نماز جمعه خداوند اون نمازها را محو نابود می سازد. باز داریم حمام سالانه که رمضان ماه مبارک است. بنابراین رسول اکرم در یک روایت وقتی که ماه مبارک رمضان حلول می کرد، داخل می شد، می فرمودن مرحبا بالمطهر، خوش آمدی ای ماهی که پاک کننده و شستشو کننده روح و جان ما هستی. بعضی گناه هایی که در با نماز 5 وقته و با نمازهای جمعه شستشو ناشده، پاک ناشده در نامه اعمال بموند، انشاءالله با طاعت و عبادت و توبه و انابه ماه مبارک رمضان اونها شستشو میشوند، پاک میشوند. علاوه بر این باز حمام یک عمره داریم که او حج است، که در روایت رسول اکرم او را به همین مضمون بیان فرمودن. این یک تشبیه. بعضی از بزرگان ماه مبارک رمضان رو تشبیه میکنند به بازار موسمی که ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه. خداوند از بنده های مؤمن مال و جانهاشان خریداری میکنه. در عوض چی؟ در عوض بهشت و نعمت های بهشت. خداوند در این طول یک ماه بهشت با همه زیبایی هاش، با حور و قصورش و بالاتر از همه پروردگار رحمت و مغفرت و بخشش گناه ها و عوف از آتش دوزخ، این چیزها رو در ماه مبارک رمضان در سودا میگذارد برای بنده ها. بنده ای که در این ماه وارد این بازار موسمی شد و با خدای خویش معامله و تجارت کرد، انشاءالله سود بزرگی به دست آورد. اما کسی که در این بازار موسمی وارد عمل نشد، او خسران بزرگ، زیان بزرگ دید. ربح من ربح و خسر من خسر. بنابراین رسول اکرم در حدیثی گفتن خاک به دهان اون انسانی که این ماه مبارک با این همه فیض و برکاتش، با رحمت و مغفرتش داخل می شود و می برد، ولی او شستشو نمی شود، از گناه ها پاک نمی گردد. برخی از بزرگان، حضرت سعدی بنابراین در بستانش حتی یه نظم هم دارد، می‌فرماید قیامت که بازار مینو نهند، منازل به اعمال نیکو دهند. بازار مینو یعنی بازار بهشت، یعنی خداوند در قیامت بازار بهشت میگه در سودا میگذارد، با نعمتهاش، با بستان سراهاش، با مرغزارها و با باغها و آبها و جویهای روانش، با حور و قصورش. و اون منازل بهشت خداوند میگه در عوض چی؟ اعمال صالح که در این زندگی دنیا کردیم
مثل طاعت و عبادت و نماز و روزه که به جا آوردیم، اعمال خیری که نسبت به مردم کردیم، در عوض این چیزها میدهد. اینا اصلا سرمایه های ما فردا در بازار قیامت که در خزینه خدا این سرمایه های ما در حساب بانک هر کدام ما نگهداری می شود. اون روز خداوند حساب بانک ما به دست ما می دهد، میگد بفرما از بازار بهشت اکنون خریداری بکن به اندازه سرمایه که در حساب خود داری. قیامت که بازار مینونهند، منازل به اعمال نیکو دهند. بضاعت به چندان که آری بری، وگر مفلسی شرمساری بری. اون رو چقدر سرمایه که با خود داشته باشی از نعمتهای بهش میبری، اما اگر خدا نکرد و مفلس و تهی دست باشی، اون رو به غیر از شرمندگی و رسوایی و خجالت و حسرت و ندامت دیگر چیزی نداری. که بازار هرچند که آگنده تر، تهی دست را دل پراگنده تر. زیرا بازار دنیا رو ببینید، هر قدر پر از مالهای پرزرق و برق باشد، انسانی که کیسه خالی دارد، تهی دارد، همون قدر حسرت بیشتر میخورد که ای کاش منم سرمایه میداشتم از این کالای زیبا از این متاعهای زیبا چیزی خریداری میکردم. این یک تشبیه دیگره که عزیزا در بیان فضائل ماه مبارک رمضان میکنن. میگن رمضان مانند یک مدرسه موسمی بود که طول یک ماه خداوند این مدرسه را راه اندازی کرد. برای چی؟ برای که بنده های خدا درس های متنوع و گوناگون از این مدرسه رمضان بگیرند. چه درس های؟ اولین درس تقوا و پرهیزگاری، دیگر درس بهداشتی و تندرستی. ببینید اگر ما نظام رمضان که کمخوری است، تعلیم کمخوری به ما میکند، اگر در طول سال رعایه بکنیم، والله هرگز به بیماری ها، اکثر بیماری ها که از شکم برمیخیزد، از معده برمیخیزد، از اینها محفوظ میمونیم. علتی مردم ز پرخواری بود، خوردن پر تخم بیماری بود. عطار میگوید تخم بیماری ها پرخواری هست. رمضان به ما درس کمخوری میدهد. بنابراین این درس بهترین درس است در زندگی ما، ولی متاسفانه همین که رمضان برآمد رژیم خوراکخوریمون باز ویران میشود، با به همون شکم پروری و پرخوری میگذاریم. بنابراین در فصل موسم رمضان ببینید کسانی که فشار خون دارند، بدون دارو فشار اونها تسکین می‌یابد، آرام میشود، پست میشود. از این خاطر این یک درسی از درس‌های مدرسه رمضان است. دیگر درس اخلاقی است. زیرا شخص روزه‌دار در طول روزه نه تنها روزه فرج و شکم می‌دارد، بلکه روزه زبان، روزه چشم، روزه گوش، روزه تمام اعضا و جوارح. زیرا روزه کامل، روزه واقعی همون روزه است که ما با تمام اندام و اعضا و جوارح خود باید روزه بداریم. حتی رسول اکرم به ما تعلیم دادن اگر یک شخص ابله در حالت روزه بر شما پرخاش بکند و شما را دشنام و حقارت بدهد، شما در جواب او بگویید که این صائمون، این صائمون، ای فلانی من نیت روزه کردم، من در حالت روزه هستم، من با تو مقابله به مثل نمی کنم. این چنین حضرت تعلیم دادن. این درس باید حفظ کنیم که اونچنانه که در ماه رمضان زبان و چشم و گوشمان از گفتن و شنیدن و دیدن چیزهای ناگفتنی و ناشنیدنی و نادیدنی حفظ میکنیم، کنترل میکنیم، در غیر رمضان هم باید این چیز حرکت بکنیم که رعایه بکنیم. درس دیگری که رمضان به ما میدهد درس سخاوت و بخشندگی است. زیرا این ماه جوانمردی و بخشندگی است که صدقه فطرم که یکی از واجبات ماه مبارک رمضان است، به همین منظور واجب گشت که بنده ها درس سخاوت و
بخشندگی آموزند. درس دیگری که رمضان به ما میدهد درس اجتماعی که او درس همدردی به بینواها، به فقرا و مساکین است. زیرا وقتی که در طول این یک ماه ما گرسنگی و تشنگی میکشیم و عذاب گرسنگی و تشنگی را احساس میکنیم، از درد اون مردم بینوایی که اکثر سال گرسنه و تشنه هستند چه آگاه میشویم. زیرا سعدی میگوید آن که در راحت و تنعم زیست، او چی داند که حال گرسنه چیست؟ حال درماندگان کسی داند که به احوال خیش درماند. بنابراین حضرت یوسف علیه السلام در طول 7 سالی که در مصر قحطی و خشکسالی و گرسنگی آمد، میگن دائم تمام سال روزدار بود. گفتن چرا روزه میداره حالان که همه گنجینه ها و خزینه های مثل در اختیار شماست؟ گفت میترسم که از حال گرسنه ها غافل بمونم. آره، انسانی که خود در راحت باشد در اون صورت از حال گرسنه ها بیخبر میموند. و بالاتر از همه درسی که رمضان به ما میدهد این یک درس سیاسی هم دارد که او درس وحدت و یک پارچگی با جهان اسلام است که ببینید در ماه رمضان جهان اسلام به مانند یک شیء واحدی می شود. همه جا دم از روزه هست و دم از تلاوت قرآن و ختم قرآن و خلاصه بین ما و بین جهان اسلام یک پیوند در ماه مبارک رمضان حاصل می شود که باید بنده های مومن توجه به این درس هم داشته باشند. این است تشبیه هایی که بزرگا در باب فضائل رمضان بیان نمودند. در ادامه صحبت بخواهم یکی از درس هایی که ماه مبارک رمضان گفتیم، نخستین درس به ما میتید درس تقوا و پرهیزگاری است و این تقوا و پرهیزگاری هم علت و حکمت مشروعیت روزه هست، چنانکه که قرآن عظیم و شان تصریح میکند. استعوذ بالله یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. خدا میگوید ما بر شما روزه را فرض گردانیدیم مثل امتهای گذشته. به خاطر چی؟ به خاطر که شما تقوا حاصل نمایید. میخوام در بیان معنای تقوا و فایده و فضائل تقوا ادامه صحبت به پایان برسانم. تقوا در لغت به معنای پرهیزگاری و ترسگاری است. پرهیزگاری از چی و ترسگاری از کی؟ پرهیزگاری از معصیت و گناه، مخالفت خدا، و ترسگاری از قهر و غضب و عذاب خدا. اما معنای علمی و اصطلاحی تقوا، این علمای شریعت میگویند طاعت الله فی اوامره و نواهیه، فرمان برداری کردن از خدا در امر و نهیش. یعنی هرچی خدا گفته بکن انجام میدهیم، هرچی خدا گفته نکن از او پرهیز میکنیم. این است اون تقوایی که علمای شریعت بیان فرمودند. ولی اهل حکمت تقوا را تفسیری علمی میکنن، میگن تقوا یک نیروی کنترل کننده باطنی است که انسان را در برابر طغیان شهوت و انگیزه های معصیت حفظ میکند. این یک قوی باطنی است، یک نیروی باطنی است که انسان در برابر طغیان شهوت، وقتی که شهوتی جنسیش هستمین، شهوتی مثلا منصب خواهیش هستمین، شهوتی پول پرستیش هستمین، شهوت نوعهای مختلف دارد. وقتی که طغیان میکند یا انگیزه های معصیت و گناه در برابرش قرار میگیرد، این نیروی باطنی
این قوه باطنی او را کنترل میکند، او را حفظ میکند، او را لجامش میکشد. با اصطلاح دیگر گویم یک ترمز، مثلا روسا ترمز میگن، یک ترمز نیرومند است، یک ترمز قوی است که ماشینه وجود انسان را از افتیدن در پرتگاه های معصیت و ضلالت و غفلت نگه میدارد و از تندروی ها هم حفظ میکند. واقعا خیلی تفسیر خوبه برای تقوا کردن اهل حکمت. ببینید خدا میگوید ما روزه را بر شما فریضه گردانیدیم ای بنده ها، به خاطر که این نیروی باطنی را، این قوه کنترل کننده را، این ترمز باطنی را شما حاصل بکنید. چجوری حاصل میکنید؟ ببینید در طول یک ماه کسانی که روزه میگیرن به خاطر اطاعت و فرمانبرداری از امر خدا، از چیزهایی که خداوند براش حلال گردانیده است خودداری میکند. خوراک و آب که براش حلال است، هم بستری با جفت حلالش، با منکوحه حلالش براش حلال است، ولی به خاطر که خداوند در طول این یک ماه رمضان این چیزها را بر ما برای امتحان و سنجش و آزمایش منع فرموده است، ما خودمون خودداری میکنیم. طول یک ماه وقتی که در اثر خودداری کردن نفس، کنترل کردن نفس از چیزهای حلال وقتی که ما عادت میکنیم، این نیروی کنترل کننده انشاءالله در ما کم کم یواش یواش پیدا میشود. وقتی که از چیزهای حلال و پاک که ما خودمان در ماه مبارک رمضان که نگاه داشتیم کنترل کردیم، طبیعی است که از چیزهایی که حرام هستند، معصیت و گناه هستند، بیشتر و بیشتر دیگه خودمان کنترل و محافظت میکنیم. بنابراین در طول این 30 روز این قوه باطنی، این نیروی کنترل کننده در وجود ما پیدا می شود و این ترمز بازدارنده در ماشینه وجود ما حاصل می شود. از این خاطر میگوید خداوند ما روزه را بر شما فرض گردانیدیم تا این نیروی باطنی را، این قوه کنترل کننده را شما در طول این یک ماه حاصل نمایید و در تمام سال بلکه در تمام عمر او را با خود حفظ بکنید و نگه دارید. اما متاسفانه بسیاری ها همین که رمضان برآمد باز اون چیزی را که، اون نیرویی را که، اون نعمتی را که در ماه مبارک رمضان حاصل کرده بودن از دست می‌دهند. اما فضائل تقوا چه فضیلت ها دارد؟ تقوا خلاصه آفرینش است. ببینید وقتی که خداوند میخواهد خلاصه خلقت انسان و حتی جن را بیان بکند میفرماید استعوذ بالله و ما خلقت الانس والجن الا لیعبدون. میگوید زندگی مقصود بهر بندگی است. این خلقت انسان، هدف و از آفرینش انسان، خلاصه آفرینش انسان این عبادت و پرستش خداوندی است. در آیت دیگری در سوره بقره خدا میفرماید استعوذ بالله یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. خدا میگه ای مردم عبادت کنید پروردگار خود را، همون پروردگاری که آفریدگار شما و آفریدگار انسانهای قبل از شماست. برای چی عبادت بکنید؟ خلاصه عبادت چیست؟ هدف از عبادت خدا چیست؟ لعلکم تتقون. شاید در اثر عبادت و پرستش خدا شما تقوا حاصل بکنید. از جمع این دو آیه معلوم می شده است که اگر هدف از خلقت انسان عبادت باشد، هدف از عبادت خدا کسب تقواست، حصول تقواست. پس تقوا خلاصه آفرینش است. این چنین تقوا توصیه خداوند تبارک و تعالی برای انسانهای اول و آخر است.
که در بسیار آیه های قرآنی خداوند ما رو سفارش به تقوا میکند. استعیذ بالله یا ایها الناس اتقوا ربکم ان زلزله الساعه شیء عظیم یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته. خلاص آیه های بسیار است. و اتقوا الله لعلکم تفلحون. در بسیار آیه ها خدا ما رو امر میکنه که ای بنده ها، ای مردم، جای با لفظ عام از مؤمن و غیر مؤمن، جای خاص برای مؤمن ها امر میکنه ای مؤمن ها شما تقوا حاصل بکنید شاید که رستگار شوید. این چنین پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم هم به امتان خود در هر عصر و زمان سفارش به تقوا کردند. حتی در حدیث ترمذی هست که حضرت میفرما ایها الناس اتقوا الله صلوا و صلوا خمسکم و صوموا شهرکم و ادوا زکات اموالکم و اطیعوا امراءکم تدخلوا جنت ربکم. ای مردم تقوا حاصل بکنید، پرهیزگار و خدا ترس باشید، 5 وقت نمازتان گذارید، روزه ماه مبارک رمضان بدارید، زکات مالهایتان ادا بکنید، از فرمان رواهای مسلمانی که در طاعت خدا شما را امر میکنند اطاعت کنید تا اینکه داخل بهشت پروردگارتان شوید. حتی یک شخص، این روایت ابن اسیر میارد، پیش پیغمبر خدا آمد گفت یا رسول الله حدثنی بکلمت تکون جماعا لکل خیر. یا رسول الله به من یک نصیحتی کنید، یه جمله نصیحتی کنید که جمع کننده تمام خیر و خوبی ها باشد. حضرت گفتن اتق الله فیما تعلمون. اون کلمه گفتن همین است، بپرهیز از خدا، بترس از خدا در هر چیزی که میدانی. بنابر خاطر همین تقوا فضائل زیادی دارد. این چنین تقوا فایده های بسیاری دارد، هم فایده های دنیوی هم فایده های اخروی. سعادت دنیا و آخرت ما و شما محترم جماعه اسلام در تقوا و پرهیزگاری است. با استفاده از آیات قرآن بعضی فایده های تقوا رو به شما تذکر میدیم. محبت و عنایت خدا در تقواست. اگر میخواهید که خدا شما رو دوست بدارد پس تقوا حاصل کنید، زیرا خداوند میفرماید ان الله یحب المتقین. ما بنده های با تقوا و پرهیزگار رو دوست می‌داریم در سوره آل عمران. این چنین نائل گشتن به مغفرت و آمرزش الهی نیز در تقواست. خواهی که خداوند جرم و گناه‌های شما را بیامرزد و آمرزش کند باید پرهیزگار و متقی باشید، زیرا پروردگار در قرآن عظیم و شان می‌فرماید در سوره احزاب آیه 70 یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و قولوا قولا سدیدا یصلح لكم اعمالکم و یغفر لكم ذنوبکم. ای مؤمن ها تقوا حاصل نمایید، پرهیزگار و ترسگار و خود متقی باشید و سخن راست بگویید تا خداوند اعمال شما را شایسته بگرداند، گناههای شما را، سیئات شما را به حسنات مبدل بکند و جرم و گناههای شما را بیامرزد. این چنین مشرف شدن به درجه کرامت در نزد خدا نیز در تقواست. اگر میخواهی در نزد خدا گرامی ترین بنده های خدا باشی، محترم ترین بنده های خدا در نزد خدا باشی، از همه بیشتر تقوا حاصل بکن، زیرا خداوند در قرآن میفرماید ان اکرمکم عند الله اتقاکم. در سوره حجرات ای مردم گرامی ترین شما در نزد ما این پرهیزگارترین شماست. قطع نظر که از کدام نجات و ملت است، قطع نظر که از کدام قوم و نسب و حسب است. این چنین نائل شدن به مقام ولایت و دوستی خدا و مشرف شدن به بشارت و مژده در حالت مرگ به بهشت، این هم در سایه تقواست. اگر خواهید که از جمله اولیاء الله دوستان خدا باشید و اگر خواهید که در حالت مرگ مژده به بهشت به گوش جان شما داده شود که الله خوف علیکم لا تحزنوا و ابشروا بالجنة التي کنتم توعدون، خدا قرآن می فرماید
یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه. در حالت مرگ بعضی بنده های با سعادت این ندای ملکوتی رو میشنوند با گوشی جانشان که ای روح مطمئنه، ای راحی که با ایمان به خدا آرامش داشتی، اکنون بازگرد به سوی پروردگار خود و وطن اصلی، در حالی که خدا از تو راضی و تو از خدا راضی. جای دیگر به خدا به فرشته ها این روح بشارتی به بهشت میدادن. اگر خواهید که این درجه برای شما حاصل بشود، تقوا حاصل بکنید، زیرا خداوند در قرآن عظیم شان میفرماید الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحیات الدنیا و فی الاخره. سوره یونس آیه 62 64. خدا میگوید اولیاء الله، دوستان خدا، ولی خدا کیست؟ آیا اونه که چیله میشیند؟ آیا اونه که کشف کرامات دارد؟ آیا اونه که سیر و سلوک طی میکند همون است که مردم از اولیاء چنین افراد میدانند؟ اولیاء قرآنی ببینید کیست؟ اولیایی که خدا میگه در روز قیامت لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، اینا نه ترسی از دوزخ دارند و نه از گذشته خود غم و غصه در دل دارند. چه افرادی هستند؟ چه صفتهایی دارند؟ خدا دو صفت برای اونها ذکر میکنه، یکی الذین آمنو، دیگری و کانوا یتقون. یکی اونها در دنیا اهل ایمان بودند، یعنی ایمان کامل داشتن، ایمان و یقین استوار و محکم داشتن. دوم تقوا، پرهیزگاری، ترسگاری از خدا داشتن. خدا در ادامه برای اینها چی بشارت میتید؟ لهم البشرا فی الحیات الدنیا ای عند الموت و فی الاخره بالجنه. برای این بنده های متقی و پرهیزگار بشارتی به بهشت است در زندگی دنیا، که این بنابر تفسیر مفسرها از استفاده از حدیث میگن این بشارتی در زندگی دنیا در حالت مرگش است که فرشته بشارتی به بهشتش میدادین. و این چنین و فی الاخره، در آخرت هم بشارت دارن، مژده دارن که داخل شدن بهشت است. ببینید این کرامت هم، این مقام ولایت و بشارت هم در سایه تقواست. این چنین نجات از آتش دوزخ هم در تقوا و پرهیزگاری است، زیرا خداوند در سوره مریم میفرماید استعیذ بالله ثم ننجی الذین اتقوا و نذر الظالمین فیها جثیا. در وقت گذشتن از پل صراط خدا میگوید ما اهل تقوا را، متقی و پرهیزگارها را نجات میبخشیم، اونها را از پل صراط به سوی بهشت میگذرانیم، اما گناهگاران و ستمگاران و ظالمین را به زانو در آتش جهنم خدا میگوید میشینانیم، میافتانیم. و این چنین مشرف شدن به بهشت جاودان و رسیدن به نعمتها و حور و قصور بهشت، اینم در تقوا و پرهیزگاری است که خداوند وقتی ما را امر میکند استعیذ بالله در سوره آل عمران و سارعوا الی مغفرة من ربکم و جنة عرضها السماوات والارض، در آخر میگوید اعدت للمتقین. ای بنده ها، برای مغفرت و بهشت خدا را به دست آوردن سرعت کنید، با دیگر مسابقه بکنید و بدانید که این بهشت پرناز و نعمت برای که آماده کرده شده است؟ برای اهل تقوا، برای پرهیزگارها. در سوره آل عمران است این آیه مبارکه. این فایده های اخرویش بود. فایده های دنیوی تقوا، یکی محفوظ ماندن از مکر و کید دشمن. بنده که تقوا پیشه کند انشاءالله خداوند او را از مکر و کید دشمن و ضرر دشمن محفوظ میکند. چنانه که پروردگار در سوره آل عمران میفرماید استعیذ بالله و این تصبروا و تتقوا لا یضرکم کیدهم شیئا. خدا میگه اگر شما صبر و تقوا و پرهیزگاری پیشه کنید، مکر و کید اونها بر شما ضرر نمیرساند. این چنین خلاصی از سختی ها و گرفتاری ها و رسیدن به رزقی که در خیال و گمان بنده نیست، اینم در سایه تقواست. اگر خواهید که خداوند سختی های زندگی را بر شما سهل و آسان بگرداند، اگر خواهید که پروردگار
ریزقی که در گوشه و خیال نیست به شما برساند، تقوا پیشه کنید، پرهیزگار و متقی باشید. زیرا خداوند در سوره طلاق می فرماید استعیذ بالله و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. هر کی اهل تقوا و پرهیزگار باشد، ما خداوند میگه برای او در سختی های زندگی راه خلاصی مقرر میکنیم و براش از جای رزق و روزی میرسانیم که در گوشه و خیال خاطرش نیست. حتی در شأن نزول این آیه مبارکه جمیع مفسرها از قرطبی و ابن کثیر و دیگران قصه حضرت عوف ابن مالک اشجعی رو میارن که پسر حضرت عوف ابن مالک در دست مشرکا اسیر افتاد. خبر به مدینه آمد. پدر و مادر چون فرزند یگانه بود شاید بسیار دلتنگ شدن، اندوهگین شدن. پیش رسول اکرم صلی الله علیه و سلم آمد حضرت عوف ابن مالک، خبر به ایشان گفت یا رسول الله چنین حادثه شده است، پسرمان در دست مشرک های مکه اسیر افتاده است، مادر بسیار جزع و فزع دارد. مادرش یا رسول الله به ما چی سفارش میدی، چی توصیه میکنی؟ حضرت گفتن اتقی واصبر و آمرک و ایاها ان تستکثروا من قول لا حول ولا قوة الا بالله. گفتن ای عوف صبر کن و تقوا و پرهیزگاری رو پیشه کن و تو را همراه همسرت سفارش میدیم که ذکر لا حول ولا قوة الا بالله بیشتر بگویید. حضرت عوف بن مالک پیش رسول اکرم صلی الله علیه و سلم آمد و پیش همسر عزیزشان آمدن و گفتن یا مادری فلانی، گفتن رسول اکرم چنین سفارش چنین توصیه به ما کردن. همسرشان هم چی گفتن؟ نعم ما امرنا بهی. گفتن نیکو سفارش و توصیه رسول اکرم، وصیت رسول اکرم برای ما کردن. خوب با این امری به تقوا و صبر و ذکر لا حول ولا قوة الا بودن. در بین چند روز و چند شب گذشت. یه شب میگه دروازه عوف بن مالک تق تق شد، کوبیده شد. وقتی در باز کرد نگاه کرد پشتی در پسرشان با انبوه زیادی از چاروا از جنس گوسفند و بز و شتر با خود دارد. تعجب کردن، گفتن پسرم خوب خودت که خلاص شدی از اسارت مشرک ها، این مال و کالا از کجاست؟ گفت پدر جان مشرک اونه که مسئول حراست من بود، مسئول نگهبانی من بود، در خواب غفلت موند و من از بند رها شدم و مالهای او را راندم و با خود غنیمت آوردم. و پروردگار این آیه مبارکه نازل شد که خداوند گفت استعیذ بالله و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. هر که تقوا پیشه بکند انشاءالله خداوند در چنین حالتهای سختی و گرفتاری راه خلاصی براش مقرر میکند و از جای براش رزق و روزی میرساند که در گوشه و خیال خاطرش نیست. بنابراین فریدالدین عطار در همین مضمون میفرماید که از سببها بگذر و تقوا طلب تا خدا روزی رساند بی سبب. تقوا الهی رو طلب کن، انشاءالله خدا بی سببم قادر است روزی برساند. چنانه که در رحم مادر بی سبب ما با خدا رزق روزی مان داد از طریق لوله ناف، همچنین در زندگی دنیا هم گاهه. البته قانون خدا، سنت خدا در زندگی خدا همین است که ما باید از راه ها و از سبب ها رزق روزی رو جستجو بکنیم، لکن گاه خداوند از طریق کرامت به بعضی بنده هاش بدون اسباب و سبب هم رزق روزی میرساند. از سبب ها بگذر و تقوا طلب تا خدا روزی رساند بی سبب. حق ز جای بخشد رزق حلال که نباشد در گمان و در خیال. این از جای خداوند به تو رزق و روزی میرساند که در گمان و در خیالی مثلا چی شما نیست. حتی صاحب روح بیان هم یک حکایه از روزگار حضرت عمر میارد در شرح همین آیه مبارکه. بگوید یک نفر نزد حضرت عمر آمد
آدمی جاه طلب بود، منصب پرست و منصب طلب بود. از ایشان منصب طلب کرد، گفت به من یگان وظیفه یگان منصب یا امیرالمومنین مقرر بکنید. حضرت گفتند که آیا شما قرآن بلد هستید؟ قرآن میتوانید میدانید؟ گفت که نه یا امیرالمومنین، زیرا قرآن نامختم. حضرت عمر چی گفتند؟ گفتند ما منصب به کسی که قرآن نداند نمیدهیم. این مرد به خاطر که به مقام و منصب و پاست برسد، به همین هدف، به همین طمع آمد و میگد زانو زد نزد استاد تا تعلیم قرآن بگیرد. خب وقتی که مشغول تعلیم قرآن شد، تعلم قرآن شد، آموزش قرآن به خود کسب کرد، البته در ابتدا به طمع وظیفه و منصب بود. کم کم یواش یواش قرآن این انسان میگه منقلب کرد، دیگر کرد. دیگه نه سراغ حضرت عمر آمد، نه سراغ منصب و وظیفه آمد، نه حتی در مجلس حضرت عمر آمد. چند مدت گذشت، بار حضرت عمر تصادفاً ایشان دیدن، گفتن یا فلانی یا هذا اهجرتنا. ای جوان مرد، گفتن چی افتاد است که یک بار ما رو دیگه ترک کردی؟ نه محفل ما میبیا، نه مجلس ما میایی، نه زیارت ما میایی. گفت یا امیرالمومنین معاذ الله که چنین باشد. گفت نه امیرالمومنین، من هیچگاه شما را ترک نکردم، لیکن وقتی که شما این سخن به ما گفتید و من مشغول آموختن قرآن شدم، خداوند در اثر تعلم قرآن، آموزش قرآن به من غنای قلب و توانگردلی پیدا نمود که دیگر از خلق و از منصب و از وظیفه و مال دنیا بی نیاز گشتم. دیگر نه حرص وظیفه و منصب، نه طمع مال و زرق و برق دنیا در دلم باقی موند. حضرت عمر گفت اون کدام آیه است که این تاثیر در نفس شما گذاشت، در روح شما گذاشت؟ اون مرد گفت یا امیرالمومنین، همون آیه که در سوره طلاق است که پروردگار میگه من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب، که کسی تقوا پیشه کند ما برای او راه نجات و قرار میکنیم و براش از جای رزق و روزی میرسانیم که در گوشه و خیال خاطرش نیست. خلاصه این کلام، تقوا فایده های زیادی دنیوی و اخروی دارد. بنابر خاطر همین توصیه میکنم و همه شما عزیزان و برادرانی که این نوا را تماشا میکنید از خواهر و برادرها، اون تقوایی که در طول این یک ماه که مراد از او پرهیزگاری و از گناه و معصیت و مخالفت امر خدا و ترسگاری از قهر و غضب و عذاب خداست، با همون نیروی باطنی که گفتم که این چیز برای شما حاصل شد، همین نعمت الهی را، همین تقوا که واقعا نعمت الهی است و سعادت دنیا و آخرت شما در اوست، در طول زندگی نگه دارید، حفظ بکنید. نشود که بنده های رمضانی باشید. بعضی انسان ها واقعا بنده های رمضانی هستند، نه بنده های رحمانی. خیال میکنم پروردگار فقط در ماه رمضان در کرسی معبودی نشسته است، بنابراین ما باید او را عبادت پرستش کنیم. همین که رمضان برآمد نعوذ بالله خدا از اون کرسی گویا برکنار می شود، دیگه همچون معبود پرستیده نمی شود. بنابر خاطر این 11 ماه دیگر عمر خودشان به غفلت و معصیت و مخالفت با خدا می گذرانند. خدا نکند از این طایفه باشید. شما دین اسلام به دین مسیحیت مانند نسازید که جرم و گناه زیاد میکنن، سپس میروند کلیسا نزد پدری روحانیشان، از او آمرزش گناه میخوان، از او طلب میکنن که برای او از خدا استغفار و آمرزش بکند. با همین شستشون میشوند، اتمایی که میشوند،
در اسلام این نیست. در اسلام خداوند ما رو چی میگه؟ وعبد ربک حتی یأتیک الیقین. ای پیامبر، از زمان بلوغ تا نفسهای آخر، تا لحظه مرگ عبادت خدا بکن. نه تنها در ماه رمضان، نگفته است که وعبد فی شهر رمضان، وعبد حتی یأتیک الیقین. این سخن من نیست، این حتی سخن پیامبر نیست، این سخن خالق است، سخن آفریدگار است، سخن خداست. در سوره نحل، آخرین آیه سوره نحل است، آخرین آیه سوره رعد است پیش از نحل. وعبد ربک حتی یأتیک الیقین. بنابر خاطر همین کوشش بکنید اون توبه را که، اون عهد را که در ماه مبارک رمضان با خدا بستید نشکنید. لا تکونوا کالتی نقضت. خدا قرآن میگه مثل اون پیریزنی نباشد که رشته بافته خودش دوباره میکند. اون عهد، اون توبه و انابه که در این ماه مبارک رمضان با خدا کردید، اون توبه را نشکنید. زیرا توبه را وقتی میشکنید طول یک سال با خدا وقتی که با مخالفت میکنید، این نشانگری آن است که توبه شما توبه صحیح نیست. این رمضان برای شما رمضان گویا اینکه اصلاح کننده نشد. اون وقت توبه شما سازنده می شود، اون وقت توبه شما سوزنده می شود. گناه های گذشته تانه که توبه صادقانه باشد، توبه بی بازگشت باشد، توبه در تمام عمر، در طول عمر تا آخر حیات، تا لحظه های آخر زندگی باشد. این توبه آینده شما را می سازد و گذشته شما را می سوزد. امیدوار هستم که خداوند به شما اون توفیقی که در طول این یک ماه مبارک نصیب روزی گردانید، نصیب روزی گرداند و پروردگار ایدی رو که در استقبال شما قرار دارد و در آستانه آن ما و شما هستیم، برای هممان با یک بار دیگر مبارک و پرفیض و پربرکت بگرداند و خداوند به ما با عمری طولانی عطا بکند که رمضان ها و عیدهای آینده را نیز در این فصل استقبال نماییم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخرة حسنه و قنا عذاب النار. آمین. محمد یا رسول الله، يا حبيب الله، يا خليل الله محمد.